دیگه نگران لرزش دستت نباش. اگه دچار لرزش دست شدی، گردنت میلرزه و نمیتونی درست حسابی غذا بخوری یا یه دونه چای بخوری، همش دستت دائم در حال لرزشه، به خاطر سردی مغزه که در ادامه ممکنه دچار کمبود حافظه و فراموشی بشی و حافظت رو ضعیف کنه. کافیه این ترکیبات رو که میخوام بهت بگم و استفاده کنی، کامل سودای مغزت از بین بره. دمنوش پونه و بابونه در طول روز حتما استفاده کن، بادام خام بخور، کشمش استفاده کن و حتما از دمنوش دارچین استفاده کن که کامل سردی مغزت از بین بره و این مشکلاتی که گفتم کامل برات برطرف بشه. پول جراحی پروستات نده. اگه مشکل پروستات داری دیگه نیازی نیست برای جراحی اقدام کنی. کافی از این ترکیبی که بهت میگم استفاده کنی، اونم شبا قبل از خواب. کامل مشکلت رو برطرف میکنه. کافیه چند تکه پوست موز رو برداری، با چند تکه چوب دارچین بریزی داخل آب جوش بیاد. عصاره این ماده رو کافیه هر شب قبل از خواب میل کنی. به خاطر خواص آنتی اکسیدانی که داره کامل مشکلت رو برطرف میکنه و دیگه نیازی نیست پول عمل جراحی پروستات بدید. حتما این ویدیو سیو کنه برای دوستانتون که میشناسید بفرستید و حتما پیجمو دنبال کن چون کلی ویدیو آموزشی داخلش دارم. با کم شنوایی گوشت خداحافظی کن. شدیدترین دردهای گوشت رو از بین ببر و شنواییت رو تقویت کن. کافی یک مقدار اسفند و کندو رو بریزی روی حرارت که دود کنه. بعد یک کاغذ بردار به صورت قیف درست کن، روی این قرار بده و گوشت هم داخل این قیف قرار بده. این دودی که به گوشت برخورد میکنه کامل درد گوشت رو از بین میبره، گوشت رو تقویت میکنه. این ویدیو لایک کن و برای دوستانت هم بفرست و پیجم دنبال کن چون کلی ویدیو آموزشی دارم. این زانو 100 سالم کار میکنه. اگه زانو درد داری کافی 7 روز از این ترکیبی که میخوام بهت بگم استفاده کنی که کامل درد زانوات برطرف بشه. اگر درد زانوات برطرف نشد بیا هر چی خواستی بهم بگو. کافیه زنجبیل تازه رو تهیه کنی، پوستشو بگیری و با دارچین ترکیب کنی و میکس کنی و بهش روغن کنجد هم اضافه کنی. این ترکیب رو روی زانوات بمان و ماساژ بده و روش با پلاستیک بپوشون. بذار 8 ساعت بمونه، کامل درد زانوات برطرف میشه و کلی دعا میکنی. برای ترفندهای بیشتر حتما پیجا دنبال کن و این قلب سفیدم قرمز کن که یه انرژی بهم داده بشه.